از الیاس 4 حجتی را که من میارم برای تماشا کردن اینها، گوش کردن اینها که به زیان شما مردم هست، شما خوب اندیشه کنید. یکم حجت همین است، وقتی که صحبت اینها عبارت از بهتان است، عبارت از تحقیر هست، این حقارت است، عبارت از دروغ است. اسکندر که خودش ابو محمد مدنی میگه، علمای فارسی زبان افغانستان را گوش کردم، شخصی بوده است با نام متوکل که بسیار ادعاهای سخت میکرده است که مذهب لازم نیست، ما قرآن داریم، ما حدیث داریم، ما اجماع داریم. کافر و مرتد و مشرک شمایین. ابو عبیدالله متوکل یا مثل شیخ عبدالقدوس دیقان که ما به طور تکفیری ابو محمد تکفیری، ما به طور تکفیری انشاءالله تعالی تیارم. ابو مریم، ابو عمر، ابو سهیل، ابو محمد مدنی، ابو قور، ابو دجال، ابو حمار داری اسکندری مدنی یا عبدالزاهد دایی یا امثال همیا. شما که عقیده خوب دارین که ما را می نویسن عقیده بخوریم، مولای تاجستان عقیده از شما برآمد. میدونید که مردم کلاه به شما چی گفتن؟ گفتن اونا یک کونی خرن، گفتن اونا یک عاقی پدرن. یعنی شما در منطقه کلاه نامتون به کونی خر و به عاقی پدر مشهور شما و در دیگر منطقه ها هم شکر الله می‌کنم. بدبختی دیگر من نمیدونم او ابو حنظله کی باشد. به نام قرآن حدیث ما را میخواهند که زیان بیارن، ضرر بیارن، مقصدهای ناپاک خودشان مطرح کنن. الله مهربان میگه این السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئول. خداوند میگه من گوش دادم یا چشم دادم یا زبان دادم نه به خاطر آنه که شما با این گوش هاتون حرف هایی را که به زیان شما هست، به ضرر شما هست، شما با این گوش ها همون حرف ها را گوش کنید.